همون سبی من نگاه کن یه لبخند بزن. دست به ریشات بکش. مرسی. همون سعید نگاه کن. خب بچه آقا سعید گلی که میبینی یکی از خوبای ایران و یکی از مدل‌های خوب و بازیگر هم هستن. بچه این مو که میبینید میخوام بهتون نشون بدم. ما میخوایم کاملا این مو رو بلندش کنیم، یه مرتب سازی میکنیم، یه نوکگیری تموم شده این اموهاشون. حالا میریم سراغ ریششون. این خط ریش که دقت میکنید پف داره، چون ما میخوایم این قسمت های ریش بلند بشه. اوکی، وقتی این قسمت های ریش بلند بشه اولین کاری که میکنیم این قسمت هاشو سبک سازی میکنیم، یعنی حجمشو میگیریم کوتاهش میکنیم که یه خورده خط ریشش سبکتر بشه تا بریم روی قد ریش. وقتی قد ریشو که این دو سمت رو زدیم قد ریشو میبینیم، بعد سشوار کشی که انجام میدیم نوک ریشا رو کاملا میگیریم. سیبیلا رو که میخوایم بلند کنیم زیر سیبیل رو میبینید این قسمت ها رو زیر سیبیلش رو جدا سازی میکنیم، یعنی از ریش جدا میشه، زیر لبش هم با ماشین تمیز میشه که سیبیلاش هم بلند بشه. ادامه کار رو من هیچ حرفی نمیزنم، شما فقط با دقت ببینید که شما هم این کار رو بتونید توی سالن تو انجام بدید. اوکی، یه بار دیگه نگاه کنید آقا سعید رو ببینید چقدر تغییر میکنه. آقا سعید بریم. خیلی مخلصی. بریم آقا. کجا بریم؟ همونجا که باید بریم. بچه میریم و میاییم. ایشالله که اتفاق خوب برای همه آدم‌های ایران بیفته، چون واقعا این روزا سخته میدونم، ولی باید تحمل کنیم. با صبر همه چیز و اتفاقات خوب میافته. خب سلام بچه ها، اولین لاین که انداختم و سشوار کشی که انجام دادم، تقسیم بندی رو انجام دادم. دوباره لاین پایینی من با ماشین زدم، بعد سکشن بالایی که میخوام کوتاه کنم و گیره ها رو باز میکنم، آزاد میشه، روی لاین پایینی میخوابه، شونه کشی میکنم، بعد دوباره کات میکنم. بچه لایه ها رو که تقسیم کردم، اول لاینی که زدم پایین میبینید با ماشین کات کردم کاملا. حتما باید حوله مشکی بذارید که خطای دید ایجاد نشه. بعد کاملا اینا رو باز میکنیم،
میبینید این لاین پایینی رو ببینید. روی الگوی بعدی میتونید با قیچی یا با ماشین کات کنید. خب قبلش هم بهتون گفتم بچه‌ها وقتی الگو رو که در آوردید و شونه کردید دقیقا این حالتی موها میاد رو لاین پایینی و شما هم میتونید راحت‌تر لاینتون رو انتخاب کنید، پیدا کنید، بعد کاتش کنید. میبینید و حتی جداسازی سیبیلتون هم دقیقا از این لب گوشه لب میبینید بچه‌ها اینجا میگید و اینو کات میکنید که سیبیلتون از ریش جدا باشه. خب بچه این منم دارم تموم شد. الگوی همه رو دادم میام این قسمت ها رو کاملا تمیز میکنم و تمام شد. میام سیبیلا رو هم این قسمت رو جدا میکنم. نگاه کن بچه ها میتونید با دست سیبیل رو بگیرید جدا کنید بزنید، میتونید از این لبه این لب انتهای لب رو جدا کنید با شونه بگیرید و برشتون رو انجام ببینید. من هم این قسمت ها رو دارم سبک میکنم هم با ریش یعنی زیر سیبیل رو دارم سبک سازی انجام میدم که به هم دیگه اتصال بدم. میبینید و اتصال رو میدم که سیبیلشون هم کاملا جدا باشه. خوب دقت کنید. خب سر حرفش بگیرم بخور چیز مشتباقتش کن. کار اتمام آقا سعید با عشق و اینم از ریش امروز برای شما دوستان عزیزی که میخواید توی کلاس ما باشید. بچه خیلی نکته بود برای سیبیل و حتی تقسیم بندی ها. انشالله نکته ها رو بگیرید و شما هم خفن ریش بزنید. دم همتون گرم.